تو این ویدیو بهت نشون میدم که چجوری به اسکچ 2 بعدی سوال 3 بعدی بدی. برای اینکه ویدیو امروز متوجه شی به آبجکت هایی که تو طول روز دور و برتن توجه کن. با فیلتر سیاه سفید اونها رو نگاه کن. سطوح صاف، سطوح نرم و سطوح شکسته. هر کدوم رفله مختص به خودشون رو دارن. تو مرحله اول کلا بیس شیپی که میخوایم رو در میاریم. خطوط کمرنگ بدون جزئیات و مطمئن بشیم که خطوط کمرنگن، به خاطر اینکه ما این خطوط کمرنگ رو نیاز داریم واسه اینکه سوال 3 بعدی ایجاد کنیم. قبل اینکه بریم مرحله دوم باید در نظر بگیریم که نور از کدوم سمت میتابه. چون من برای این ویدیو سمت چپ رو انتخاب میکنم. اگر به مسئله‌ای که اول ویدیو بهتون نشون دادم توجه کرده باشید میبینید که هر چیزی که خلاف جهت لایت تیرگی داره و مشکیه و خطایی که در خلاف جهت لایت قرار دارن پررنگ ترشون میکنه. مرحله سوم تقریبا همون مرحله دومه، فقط میاد سایه میزنید. هر سمتی که اومدید خط تیره ایجاد کردید همون جاها رو دقیقا میاد سایه میزنید. فقط خیلی مهمه که شیپتون رو درک کرده باشین که چه شیپی دارین. مثلا توی این کیس من شیپم مکعبیه و یه گوشه هاش حالا یه فیلتی هم دارن، یه نرمی هم دارن، ولی در کل بیس مکعبیه. واسه همین شیدی که من زدم اومدم گوشه ها رو خیلی تیره کردم، وسط اومدم سایه‌شو دوباره کمتر کردم، به خاطر اینکه وجه ها متفاوته. اگه مثلا استوانه بود این اتفاق نمی افتاد و سایه ها خیلی به هم دیگه نزدیکتر بودن. و همین، نه نیازی داشت به این مارکرهای عجیب غریب که قیمتش هم فضاییه. فقط یه خودکار میخواستی و یه کاغذ. همین. خب الان شیپ دوم که میخوام بکشم همون شیپ اولش فرقی نداره علاوه شید زنی. و هم خواستم بهتون نشون بدم که ما این خطوط پررنگ رو اومدیم در دو جهت متفاوت قرار دادیم. این هم به خاطر اینه که سطوحی که فرو رفتن برعکس سطوحی که بیرون زدن، ما میایم خطوط پررنگ و سایه زنیمو در سمت لایت قرار میدیم، به خاطر اینکه در دنیای واقعی هم به همین شکله. وقتی نور از بغل میزنه به همین شکل رفله میندازه. خب توی شید سومم یه ذره اومدم فقط پیچیده ترش کردم. همین که تعداد شیدایی که میزنی متفاوت تر و یه ذره پیچیده تر باشه که این تمرین خیلی خوبی میشه اگه روی این جور شیپ های دیتیل دار مثلا کار کنید، بیشتر دستتون میاد.
اما شیپ چهارم یکم درک پرسپکتیو بیشتری میخواد. میخوام یه موس رو بکشم. موس خب در همه جهات سرفیساش صاف نیستن و میتونه کاملا سرفیس های پیچیده ای داشته باشه. واسه همین آره باید یکم پرسپکتیو بهتری درکشو داشته باشین که البته اینم با تمرین حل میشه دیگه. این که چجوری درکش کنین، چجوری سایه‌هاشو بزنین، با تمرین بیشتر حل میشه. دیگه چیز خاصی نیست. در آینده ویدیو واسه پرسپکتیو هم میذارم که چجوری پرسپکتیو بکشین، چجوری سایش بزنین. و اگر ویدیو رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره.